سلام به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز قراره که نقاشی انیمه‌ای از کاراکتر تانجیرو از انیمه شیطانکش بکشیم که زیاد سخت نیست. قبل از شروع بگم که قبلا به این دست چی شده، اینکه جوهری که از روان‌نویسان منفجر شد و آره یکم دستم رنگی شد و هرچی میشورمش کم رنگ میشده، ولی خب نمیره کامل، مجبورین که همینجوری من تحمل کنیم. برای طراحی وسایل خیلی آسونی میخوایم. یه دفتر، یه دونه اتودیا مداد و یه دونه هم که پاک کن. خب من همیشه طراحی رو از سر شروع میکنم. برای سر به یه دایره احتیاج داریم. یه دایره حدودی بعد بکشیم که حالا من وسط صفحه میکشمش. من دایره‌ام پاک کردم، دوباره کشیدم و صورت رو اضافه کردم. بچه الان میخوام نکات خیلی مهم برای صورت بهتون بگم که این نکات در واقع همون آموزش ما میشن. پس خیلی خوب با دقت گوش بکن تا بگم تو میتونی صورت رو طراحی بکنی. یه دایره بکشی که بچه من وسط صفحه میخواستم بکشم، چون که برای مهمه دارم ویدیو میگم کنم تا جای ممکن مرتب و قشنگ در بیاد. حالا شما میتونید پایین‌تر بالاتر بکشین، زیاد مهم نیست. من چند بار دایره کشیدم تا بتونم که طرحمو قشنگ وسط صفحه بندازم. خب این دایره‌ام بود. 4 قسمتش میکنم با این 2 تا خط. میبینین این داخل در نظر نگیرین. یه دایره داریم 4 قسمتش کردم. بعد زیر همون دایره هم میدونه خط دیگه کشیدم. میبینید 2 تا خط رو میبینید، یکی زیر دایره است، یکی هم دایره رو نصف کرد تقریبا. خیلی مهمه که تقریبا باشه، یعنی وسط دایره رد نشده، یه ذره پایین‌تره. بچه اینا میبینید از خط اول به خط دوم میکشم، یه کوچولو ادامه میدم و به اون خط وسطی میبرم. به این صورت میتونم فرم صورت رو بکشم. خیلی دقت بکنین که خط صورت از دقیقاً از چه خطی رد شده. میبینید اینجا هم بخش گوشه قرار میگیره به این صورت. بچه بعد جزئیاتش بریم بکشیم با هم دیگه. فقط بچه بهتون بگم که بعد یه خورده بین است، اگه الان هیچ نقاشی بلد نیستین زیاد، حتی برین یه خورده مثلا از طرح آسون شروع کنیم بیان. خب قطعا یکی که نقاشی بلد نیست، هرچند که آموزش خوب باشه، فکر نمی‌کنم بتونه خیلی یه روز انقدر پیشرفت کنه. بعد یه مقدار حالا از آسون شروع کنه بیاد حالا به این طرح‌ها برسه. انتظار نداشته باشین که حالا اگه نقاشی دارم صفر بتون این طرح بکشین. برین تو کانال بگردین طرح‌های آسان‌تر انتخاب بکنین و کم کم بیاین بالا. چشمم میبینین دقیقاً تو چه خطیه، یه ذره بالاتر از بخش گوشاست. میبینین از این 2 تا فاصله یه کوچولو بالاتره. میتونیم تقریبا روی ویدیو بفهمیم که تقریبا جایگاه چشم کجا. چشم خیلی آسونی هم داره و حتما ابرو و خط پکنه فراموش نشه. دماغ، بینی و گردنم اضافه کردم و یه دونه زخم رو پیشونش داره، حالا شخص تانجیرو، اونم اضافه بکنید. حالا خیلی آسونه، خیلی ساده است. این داشتم بهتون میگفتم که میتونین که یه دایره رو وسط کامل به طور مساوی تقسیم کنین برای جایگاه چشما. شما میبینید بهتون گفتم که اون تقریبا مهمه. من مثلا 1/3 از قطر دایره رو تقسیم کردم واسه فرم صورت. این میشه وسط دایره در واقع. خب حالا بالاخره چشما هم که کشیدیم، من در واقع فاصله رو رعایت کردیم، چشما هم کشیدیم. به این صورت به موها رو اضافه میکنیم. موها و حالا جزئیات گوش انداشتون رو اضافه کردم. موهای پشت فراموش نشه این قسمت. بعد بچه موهاش 2 رنگ داره حقیقتا، حالا 2 تا سایه مختلف بهتون جلوتر میگم. گوشاش هم بخشش معلومه، حالا من پاک نکردم چون طراحی پاک میشد. این یه بخش معلومه این طرف و یه درم اینجا معلومه از گوش. بچه موهاش هم ببین 2 تا رنگ میخوره، رنگ تیره یه رنگ روشن، دیگه سایه نمیخواد. همین باعث میشه سایه داشته باشه. یه نکته مهم اینه که بچه‌ها نگاه کنین این لبه ها گرد نیست. ببینید یه سری رفته تو اومده دوباره بیرون، تیز شده بعضی جاها. به این صورت تو هم فرممون رو نشون بدم. این نکات خیلی مهمیه برای کشیدن این کاراکتر. بچه اون رنگ 2 قسمت مو داریم، بهتون گفتم دیگه، یه قسمت تیره‌تر یه قسمت روشن‌تره که حالا موقع رنگ اینو کامل میتونیم ببینیم. میریم سراغ بدن که واقعا آسان‌ترین قسمته، یعنی کمی جای سختمون تموم شد و اینم از بدن. خب بچه‌ها گردن که آوردم یه همچین یقه براش میکشم، خیلی یقه آسون داره، هیچ چیز خاصی نداره. بعد شونه‌ها رو اضافه میکنم، بعد لباسشو اضافه میکنم و شطرنجی میکنم لباسشو. فقط شطرنج یه نکته‌ای داره، نیاین مثلا من دیدم که میان و این شکلی شطرنجی میکنن مثلا این شخصیتو، بعد یه ذره شطرنجتون نرم باشه، یعنی بیانگوی پارچه باشه. به این صورت برای مثال نیاین این شکلی بکشین، خیلی صافه، یعنی غیر طبیعیه. مثل خطوطی که من کشیدم باید اینجوری زای کژی باشن، یه ذره انحنا داشته باشن و نرم باشن به قول معروف. بچه این طراحی
فکر میکنم طراحی خوب شده تقریبا. امیدوارم که تو مرحله بعدی که رابط زنی و رنگم هست خوب بشه. از یه رابط 3 دهم استفاده میکنم برای دورگیریش. همه قسمت های کارم رو دورگیری میکنم. یه نکته مهمی که هست، مثلا یه قسمت ما سایه داریم، یعنی مثلا یه سایه رو لباسش نباید بیان سایه ها رو دورگیری بکنیم. سایه ها رو بعد بکنن که رنگ ما نشون بدیم. اگه که توی خود عکس نگاه کنیم این سایه ها دورگیری نداره و در واقع رنگ داره نشون میده که اون قسمت تر از این قسمته. حالا جتا بهتون میگم که چجوری میتونیم اون رنگا مشخص بکنیم. پس ما فقط خطوط اصلی کارمون رو دورگیری میکنیم. یه مقدار فرصت میدم که جوهر رابیدم خوش بشه. بعد با پاکن همه خطوطی که با اتود کشیدم پاک میکنم و طراحی به این صورت مرتب در میاد. حالا سراغ رنگش. از روی حالا جدول رنگی که داشتم، رنگایی که میخوام انتخاب میکنم. بچه موش از 2 قسمت همونطور که قبلا گفتم تشکیل شده. یه قسمت تیره و یه قسمت روشنه. قسمت تیره اسقاطی میکنم. قسمت تیره یا از رنگ مشکی استفاده کنی یا خاکستری پررنگ یا قهوه‌ای پررنگ. این 3 گزینه داریم برای قسمت تیره. من احساس کردم که مشکی میتونه که بهتر باشه. نمیدونم چرا برای مشکی رو انتخاب کردم. احساس کردم که بیشتر به کارم میاد. اما خب قهوه‌ای اینا به نظرم خوب تقریبا. من 3 رنگ جایگزین بهتون گفتم دیگه. یکی از 3 رنگ رو انتخاب میکنید و این بخشایی از داخلی موش که مشکی رو رنگ میکنید. بعدش یه قسمتش حالا روشن‌تر از حالت عادیه، از قبلیه، یعنی که بچه موش که سایه نداره، یعنی همین اختلاف این 2 رنگ سایه موهاش میشه. از رنگ زرشکی، قرمز، قهوه‌ای مایل به قرمز اینا استفاده بکنید. اینجوری موش تمام شد به همین راحتی. من فکر میکنم تقریبا جاشو خوب رنگ کردم. فقط پوستشه که خیلی خراب کردم. شما سعی کنید پوستتون رو بهتر بکشین، ولی خب یه سری نکاتی که باعث بشه بهتر بکشین بهتون میگم. خب ببینید این قسمت‌ها که من با یه کرمی پررنگ اول رنگ زدم سایه هان. بهتون گفتم که سایه ها رو با اختلاف رنگ نشون میدیم. میبینید الان این قسمت رو پررنگ میکنم تا نشون بدم که اینا سایه دارن. یه کوچول کرمی پررنگ بزنید، تا نارنجی یا کرمی پررنگ، یکم خاکستری استفاده بکنید، خیلی عالی میشه. بعد یه حال لایه رنگا رو میاره روی هنده، بعد با سفید تو هنده محوش میکنید. من گفتم دیگه خیلی خوب نکشیدم پوستو، میبینید خیلی رگ شده پوستش و سفیدی داره. کلا من پوستو احساس میکنم خوب نمیتونم بکشم. یه بخشم داره که حالا اون زخم روی پیشونیشه که بیشتر به قرمزی میزنه. حالا من ترکیب چند تا رنگ زرشکی و قرمز استفاده کردم. چشماشم از مشکی شروع میشه و هرچی که میاد پایین‌تر روشن‌تر میشه. اینم باز از ترکیب رنگ مشکی و زرشکی و قرمزی استفاده کردم. به این صورت شد. دوباره گوشه‌شو درست کردم و اینم گوشواره‌هاش خیلی آسون، گوشواره‌هاشم رنگ خاصی نداره. قسمت پایین گردن کاملا قهوه‌ای تیره، یعنی باش قهوه‌ای اسقاطی کردم. واقعا نمی‌تونم انقدر اشتباه میگم. کرمی تیره میخواد چون میخوام سایه صورت روی گردن میافته دیگه. به این صورت باشه میخوام بریم سراغ سایه لباسش. یه بخشه بعد سبز تیره بشه و میتونم که از اختلاف رنگ استفاده بکنم. این سبز روشن ترمه، میذارمش. باشه من یه ذره خب خواستم که ویدیو طولانی نشه تا جایی ممکن. کلا موقع فیلم بردارم هول میشه، یا مثلا اینجوریه که میخوام ویدیو زودتر تموم بکنه. یه کوچولو سبزام حالا ببخشید به بزرگی خودتون دون شدن، برفکی شدن، یه ذره جای سفید دارن. دیگه گفتم ببخشید. خب بچه‌ها از یه خاکستری پررنگ دقت بکنید، از مشکی استفاده نکنید چون با مشکی میخوایم که سایه بزنیم. به این شکل میبینید من مشکی رو گذاشتم و بعد روش قهوه‌ای خاکستری پررنگ آوردم. بعد لباسش از قهوه‌ای تیره‌تر استفاده میکنم، بخشای سایه رو میذارم. بعد از یه قهوه‌ای که روشن‌تر استفاده میکنم تا بدنه کارم رو رنگ بکنم. به این صورت من باز زیاد مرتب رنگ نکردم. کلا این کارات طراحیش خدای قشنگ شد، ولی خب رنگش رو دست میکنم میذارم بیشتر کار میکردم و تمرین میکردم. خب بچه اینم از این ویدیو. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون ما رو دنبال کنید، لایک کامنت فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.